یه بار برای همیشه معنی این کلمات رو یاد بگیر. پارتنر. به کسی که باهاشی. به کسی که باهاشی. اکس. به دوست پسر یا دوست دختر قبلی میگن اکس. نیکس. به دوست پسر یا دوست دختر بعدی میگن نکس. کراش. به کسی که ازش خوشت میاد ولی اون خبر نداره که تو خوشت میاد میگن کراش. آخه چه اسمایی گذاشتی؟ ما کراش فقط کراش کش بازی میکردیم قدیم. الان همه چی عوض شده. لایک کن بریم بعدیا. سابسکرایب یاد نره. دیت. به قرار عاشقانه میگن دیت. اون زمان میگفتن قرار، بریم سر قرار بریم اول. قرار. آره بریم قرار. قرار دارم. حالا میگن دیت. دیت. کیوت. به کسی که گوگلی مگولی و بامزه است میگن کیوت. وای چقدر کیوته طرف. آره حالا یا کسی یا چیزی. پیکمی. به کسی که دنبال توجهه میخواد فقط جلب توجه کنه میگن پیکمی. همیشه تو یک جمعی یه نفر پیکمیه. پیکمیه. توجه های بد مثلا الکی میخواد مطرح باشه فقط. وایب. به حس و حال میگن وایب. حس و حالی که مثلا از یه موزیک میگیری، از یه فضایی میگیری، میگن وایب خوبی داره. سوبر. به کسی که خیلی بچه مثبته، خیلی بچه خوبیه، خیلی اصلا آفتاب مهتاب ندیده است میگن سوبر. مود. به حس و حال خود افراد میگن مود. مثلا میگه مودم الان وحشی بازیه، مودم الان آرامشه، مودم الان بعد مودم خواب دارم، مودم آره. خوابه. مودش که خواب نیست. نه، یعنی مود. چی مودم خوابه؟ مودم میخواد. مودش رو بیدار نکنی. تاکسیک. به کسی که خیلی سمیه و کلا هر وقت نزدیکش میشی یه جوری میشی، خیلی انرژی بدی داره، خطرناکه، میگن تاکسیک. سیگما. سیگما به کسی که خیلی مرموز و خفنه، یعنی اینو در من عین نشنیدم. مرموزیت خفن و جالب هم اینو هست. من نشنیده بودم اصلا. آره این جدید فکر کنم اومد دیگه. نوب. نوب. اینو شما تو کامنت ها بگین به کی میگن نوب.